سلام دوستان، خوش آمدید به کانال دیجیتال دین. در این ویدیو می خواهم 5 سایت رایگان هوش مصنوعی را به شما معرفی کنم که می توانید کارهای روزمره خود را بسیار آسانتر و سریعتر کنید. دوستان عزیز، اگر دانشجو هستید، تولید کننده محتوا هستید یا فقط به تکنولوژی علاقمند هستید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سایت اول را که میخواهم به شما معرفی کنم چت جی پی تی هست. بنابراین میریم به یک از براوزرها که هر براوزری که شما با آن راحت هستید از آن استفاده میکنید، براوزر خود را باز میکنیم. من براوزر گوگل کروم استفاده میکنم. گوگل کروم را باز میکنم و در اینجا نوشته میکنم که چت جی پی تی. چت جی پی تی، صفحه chatgpt.com، صفحه رسمی خود چت جی پی تی را باز میکنیم. دوستان عزیز، چت جی پی تی یک از قدرتمندترین ابزارهای هوش مصنوعی است که شما میتونید با آن متن بنویسید، ترجمه انجام دهید، برنامه نویسی کنید. که در اینجا نوشته میکنیم در مورد هر چیزی که شما خواسته بودید معلومات بگیرید، اینجا نوشته میکنید. در اینجا می نویسیم. هم شما میتونید معلومات خود را در فارسی بگیرید یا در انگلیسی یا هر زبان دیگر. نوشته میکنیم به فارسی یا به انگلیسی نوشته میکنیم write a professional email applying for a software developer job. که ما از چت جی پی تی خواستیم که یک ایمیل مسلکی، یک ایمیل پروفشنال برای ما بنویسه که ما در جای برای سافتور دیولپر، وظیفه سافتور دیولپر درخواست میتیم. از چت جی پی تی خواستیم یک ایمیل مسلکی و پروفشنال بر ما بنویسه. دوستان عزیز، وقتی که چیز خود را نوشته کردید و انتر میکنید، برای شما یک ایمیل مسلکی و برای شما درست و نوشته میکنه، برای شما میاره. این نظر به همون سرعت اینترنت است. اگر سرعت اینترنت هر قدر زیاد یا بالا باشه، به ما اندازه سریعتر به شما پاسخ میده. اینجا برای ما نوشته application for software developer position. دیگه برای ما یک ایمیل بسیار خوب و مسلکی اینجا نوشته که شما میتونید از این استفاده بکنید. سایت دوم دوستان عزیز گوگل جمینای هست. گوگل جمینای یک هوش مصنوعی است که توسط گوگل ساخته شده. با استفاده از گوگل جمینای شما میتوانید از این هم سوال بپرسید، متن مطالب را به زبان ساده بر شما پیشکش میکنه و بر شما میاره. باز هم در براوزر خود میریم، در گوگل نوشته میکنیم گوگل جمینای خود باز میکنیم. خب گوگل جمینای باز شد. در اینجا نوشته میکنیم مثلا explain about AI. فقط ساده. شما میتونید فارسی، انگلیسی یا هر زبانی خواسته باشید معلومات خود از اینا بگید. explain about AI میگیم، یعنی درباره هوش مصنوعی برای ما معلومات میده، خلاصه و ساده. ببینید، یعنی درباره هوش مصنوعی برای ما معلومات ارائه میکنه. یا اگر شما خواسته باشین هر معلومات دیگری را خواسته باشین، شما فقط نوشته میکنید و انتر میکنید، برای شما معلومات بر شما میاره. هوش مصنوعی سومی را که من به شما معرفی میکنم دوستان عزیز پرپلکسیتی هست. پرپلکسیتی AI. شما میتونید هر معلومات را خواسته باشید از این هوش مصنوعی استفاده بکنید و معلومات خود را دریافت بکنید. فقط فرق پرپلکسیتی با گوگل جمینای و چت جی پی تی چی هست؟ پرپلکسیتی معلومات را با منابع بر شما ارائه میکنه، یا هر چیزی را که خواسته باشید، هر معلومات را که خواسته باشید شما دریافت بکنید با منابعی که از کدام سایت ها این معلومات را به شما آورده، همون سایت ها را هم به شما معرفی میکنه که آیا این سایت
تراستد سایت هست یا نه، یا معلومات از سایت از جاهایی که گرفته شده تراستد یا قابل اعتماد قابل اعتبار هست یا خیر. باز میریم در گوگل نوشته میکنیم پرپلکسیتی AI کلیک کردیم و انتر میگیم پرپلکسیتی AI برای ما شما میاره. دوستان عزیز گفتم نظر به همو سرعت اینترنتتون هرچی سرعت بالاتر باشه زودتر بر شما جواب میده. پرپلکسیتی AI هم آمد. ایره ما مثلا معلومات را که خواستیم هر معلومات را که خواستیم اینجا نوشته میکنیم برای ما میاره. نوشته میکنیم مثلا در انگلیسی what are the benefits of learning AI. فواید آموختن AI چه است یا Artificial Intelligence چه است؟ برای ما و شما تمام معلومات را که در مورد فواید آموختن AI یا Artificial Intelligence است برای ما و شما میاره. اینجا باز دوستا امو از کدام سایت ها این معلومات برای ما و شما جمع آوری کرده، امو سایت ها را برای ما و شما چی میکنه اینجا نوشته میکنه. وقتی که سری هر محتویات که بودی ام محتویات را سایتش هم برای ما شما میاره که آیا این محتویات از کدام سایت ها گرفته شده. چهارمین هوش مصنوعی کانوا هست. اگر کانوا هوش مصنوعی است که اگر شما میخواهید تمنیل یوتیوب، پوستر، لوگو، طراحی حرفه‌ای بسازید از هوش مصنوعی کانوا استفاده میکنید. باز هم میریم در گوگل نوشته میکنیم کانوا Visual Set for Everyone canva.com سایت رسمی کانوا. میریم کانوا را باز میکنیم. این صفحه کانوا هست که همونطور که گفتم شما اگر میخواین لوگو، پوستر، تمنیل یوتیوب یا طراحی حرفه‌ای بسازید از کانوا استفاده میکنید که در اینجا من معلومات مختصر در مورد کانوا برای شما میدم و شما میتونید بیشتر در مورد خودتان معلومات حاصل بکنید. صفحه هوم است که هر تمپلیت را که خواسته باشید در اینجا برای شما میتونید سرچ کلیک بکنید و برای شما بیاره. دیگه میریم سری پروژکت نو برتون میسازه یا همو چیزی را که شما میخواین دیزاین بکنین از صفر میتونید شما دیزاین بکنین. همو لوگو یا تمنیل یا هر دیزاینی که داشت شما میتونید از صفر اینجا چی بکنین دیزاین بکنین. اینجا میتونید المنت ها استفاده بکنین، تکست ها استفاده بکنین، اپلود داشته باشین، عکس و هر چیز دیگه را شما میتونید از صفر استفاده بکنین و یا هم از تمپلیت های آماده استفاده میکنیم که سری تمپلیت کلیک میکنیم میایم در اینجا نوشته میکنیم مثلا نوشته میکنیم create a modern YouTube thumbnail about AI. و انتر میکنیم. میبینید اینجا امو تمپلیت های آماده و برای ما شما میاره که هر تمپلیت را که خواسته باشیم فقط روش رایت کلیک میکنیم و سیو از میکنیم که در کامپیوتر ما چی میشه سیو میشه. یا اگر کاتگوری خاصی داشته باشین شما میتونید از کاتگوری خاص استفاده بکنید. دیگه این آل کاتگوری است. کاتگوری تمامیش هست. استایل است که ما میتونیم که این استایلش چی باشه، مدرن باشه، تکنولوژی باشه، بولد باشه، چی باشه، یا به کدام زبان باشه، عربی باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه، به هر زبانی که شما خواسته باشین در موردش امو تمپلیت های آماده را برای شما میاره و شما میتونید از تمپلیت های آماده استفاده بکنید. مثلا میبینید آی ریولوشن میگم این تمپلیت برای ما بسیار خوب است. سر از رایت کلیک میکنیم یا کلیک میکنیم برای ما شما بیشتر معلومات میده در موردش
از این تمپلیت استفاده میکنیم. کاپی سیو ایمیج میگیم. ایمیج چی میکنیم؟ سیو میکنیم در کامپیوتر ما، در دسکتاپ سیو میایم اینجا. امو ایمیج برای ما چیکار اینجا در دسکتاپ برای ما شما سیو کرد و شما میتونین از این دیزاین استفاده بکنید. پنجمین هوش مصنوعی یا پنجمین سایت را که من میخوام به شما معرفی بکنم نوتبوک LM است. نوتبوک LM چی هست؟ نوتبوک LM هم یک سایت هوش مصنوعی است که شما میتونید در مورد هر آن محتویاتی را که در فایل های PDF یا هر فایل دیگری در کامپیوتر ذخیره داشته باشید در موردش معلومات حاصل بکنید. از نوتبوک LM استفاده میکنید. بازم میریم در اینجا نوشته میکنیم نوتبوک LM و سر نوتبوک LM هم کلیک میکنیم که تا صفحه رسمی نوتبوک LM بیاره. دیگه صفحه نوتبوک باز کردیم، کلیک کردیم سر نوتبوک، باز کریت نیو میگیم، یک نیو صفحه باز میکنیم. هر زمانی که شما کریت نیو گفتید این صفحه باز میشه که شما میتونید در مورد فایلی را که داخل PDF هست معلومات حاصل بکنین. تا از نوتبوک LM استفاده میکنین. وقت کریت گفتین این صفحه میاد. اگر هم این صفحه نامد، این یک صفحه آمد، شما چی میگین؟ بالا کریت نوتبوک میگین که دوباره امو صفحه ظاهر شود. فایل اپلود میکنیم، اپلود فایل میگیم. میخوایم در مورد یک فایل PDF که من در کامپیوتر دارم در مورد از او بعض سوالات دارم یا بعض معلومات های دیگر هم میخوایم در مورد از او بدانم. فایل ما در حال اپلود شدن است. فایل ما اپلود شد. محتویات داخل این فایل برای ما و شما فشرده ساخت که اینی محتویات اصلی فایل است. همچنین چندین سوال در مورد همین محتویات برای ما شما اینجا خودش لیست کرد. نوشته است how to does group policy control internet connection sharing feature, what is the impact of enabling the prohibition policy, explain the step to restore mobile hotspot function easily. هر این معلومات هم آورد و چند دانه سوال هم برای ما شما اینجا لیست کرد که ما شما میتونیم از سوال استفاده بکنیم. سوال رو سرچ کلیک میکنیم، در موردش معلومات حاصل میکنیم. دیگه شما میتوانید معلومات داخلی هر فایل شما به همین قسم خلاصه سازی بکنید، سوال بندی بکنید و معلومات بیشتر در مورد فایل. اگر کدام جای او فایل بر شما جای سوال بود در مورد محتویات داخل فایل، شما میتونید از نوتبوک LM استفاده بکنید. دوستان عزیز، به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشد. اگر از این آموزش خوشتان آمد لطفاً ویدیو را لایک کنید و کانال دیجیتال دین را سابسکرایب کنید. در ویدیوهای بعدی ابزارهای بیشتر را معرفی خواهیم کرد. از همراهی شما سپاسگزارم.